سلام بچه، امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. امروز اومدیم با یه بازی جدید، اسمشو نمیدونم، ولی بازی انگار خیلی سخت دیدم. بعدم بهتون میگم چه بازیه. من یه خورده بازی که یه خورده که بیشتر یعنی تا اینجا بازی کردم، ولی من از اولش میام بازی کنم. از اولش یعنی اینجا. خب این چیه؟ اینجاش از اولیه؟ اوه نه، این از اولش نیست، بخشید. این از اولشه. این مرحله اولشو داریم. خب چی کار کنیم؟ اینجا رو فهمیدم. خب ها، خب مرحله اولش وای فهمیدم. خب آها، خب اینجاش شیک. آها، خب اینم رفتم. همین اول رفتمش. خب یا علی. خب خب مرحله اولش رو رفتم. الان مرحله دوم. خب این هست رو مخ بازی. ها خب چرا افتادم؟ خوردم میشه. نه یادم میره اینجا. وای یوهی میاد خیلی سخت. با چرا این شلی میشه؟ ها بابا هی اینجاشو میمونم. واه چقدر سخت بود. اینو میام فهمیدم. فهمیدم. خیلی سخت. خب یا علی تونستم. ترس. خب یا علی بیشتر شدن. یا علی تونستم. حالا مرحله سوم. خب بچه رو یادم رفت بگم، من لایک و کامنت و این چیزا یادتون نره. فهمیدم. خب لایک و کامنت و این چیزا هم یادتون نره. سابسکرایب. یا علی خداش تونستم. خب یا علی چقدر سخت بود. دشمنو میکشم رو برسا. چیکار کنم؟ وای فهمیدم با این باید برم. خب اینجا مرحله یا علی وای فهمیدم. حالا تا اینجا میای. خب حالا مرحله چهارم. تا مرحله چند تا مرحله میریم بعد. اینجا رو میگیریم. خب
این چیه؟ راحت خدا. فهمیدم نباید بگیریم اون بالا. خب فهمیدم اینو باید باید اینو بگیریم. فهمیدم این اینجا، این اینجا. وای تونستم. خب بسم الله. نباید اینا رو بگیریم. فهمیدم. وای چقدر سخته. ای خدا. علی بودو. این وای یعنی داشتم میتونستم. کنه باید بذارم بایست بینه بذار همه برن. ای بابا تا مرحله چندشو میرم. این خیلی سخته. وای اینم نتونستم. این جون خودت. وای داشتم میتونستم تا اونجاشو میتونم برم ولی اونجاش دیگه. وای یه خود میرفتم اون ورتر قشنگ برده بودم. چه بود؟ خیلی سخته. هرس در میاره قشنگ بازی. خب بذار همه‌شون بره. یا علی یا خدا تونستم. مرحله 4 تونستم. الان مرحله 5 تا مرحله 8 میره دیگه. خب برعکسه. خدا تونستم. یا قرآن میپری اونا میرن بالا. علی چقدر میپرن. فهمیدم. چقدر سختی این دفعه. یا خدا فهمیدم. خب قسمت تا 5 رفتیم حالا 6 کار خیلی سخته. چیکار بکنیم؟ وای دادم. شانس منه ها این وسط. تونستم. خب فهمیدم. چیکار کنم؟
تونستم. این چیه؟ اما کمک. ها فهمیدم. وای فهمیدم. وای داشتم میدونستم ها. چیک بودو 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 بایسم. تموم کاری جمع میکنم. خب چقدر آسونه. ای بابا چقدر سخته. وی 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 میگه نبود. تو این فکر اینه. ای خدا حالا فهم نکنم. یکی مونده به آخر دیگه. این یکی مونده به آخر نبود. شانس منه. خب تونستم. مرحله 6 بودیم رفتیم 7. حالا اینیم تا 8 ادامه میدم. ای فهمیدم. اینجا یه مشکلی هست. این گفتن اینجا یه مشکلی هست. خب مرحله اولش بود. فهمیدم. شانس من. برو. چیکار کنم؟ ویش سخته. بیا فهمیدم. بیا لسان. بابا ده وای داشتم. دوره جون خودت. واو چیک. خب اینجا ها. اینجا میای. گفتم ترسیدم. خب حالا اینجا باید چیکار کنم؟ دونستم. خب حالا قسمت 7 بودیم شدیم 8. حالا تا 10 میرم تا آخرش میرم برای شما. خب فهمیدم. نه همین 8 خوبه دیگه. ویدیو طولانی میشه. ویدیو تا الان 13 دقیقه. خب آها فهمیدم. زرنگم کردی نادونم. چیکار کنم؟ تونست. وای داده. آها بابا شیک. شانس منه. خب ویش این فکر کنم این مرحله خیلی سخته. نه انگاز یه چند بار مورد. خب این چیه؟ ای خدا
آها فهمیدم. اینجا میای، اینجا میای، اینم میای، این فکر کنم میمونه. آها فهمیدم داداش، فهمیدم. اینجا میمونه. یکی از اینا باید بره پایین بمونه. آها فهمیدم. وای مرحله آخر این چجوریه؟ آها دیوار. فهمیدم. وای دادا تموم شد. تا قسمت بعدی مجلسی بذارت بهمون بگم من 1300 بار مردم. شما چند بار مردید؟ تا اینجا برم من 1300 بار مردم. خب شما بگیم بعدش. لایک، فالو، لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. خدافظ.